سلام علیکم. با شما شوکت محمد هستم. طول دقیقه چند برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز تقدیم شما می گردد. سرخط خبرها: دود کارخانه آهک‌پزی دهن مزار پنجکند مردم را به مردن آورده است. پرتاب‌هایش باشد آب دریای شینگ را زهرآلود می کند. کسی به داد مردم نمی رسد. تاجیکستان درخواست سازمان ملل متحد عاید آزاد کردن محبوسان سیاسی زید سیدوف و محمد علی حید را اجرا نمی کند. پیامد سرپیچی از قرار سازمان ملل متحد چه خواهد بود؟ شرح کارشناسان در این باره. تاجیکستان دومین کشور امن در بین کشورهای آسیای مرکزی دانسته شد. واردات گاز از ازبکستان به تاجیکستان افزایش یافته است. به دریا ریخته شدن پرتاب‌های یک کارخانه آهکبراری چینی در ناحیه پنجکند باعث مرگ ماهی‌های دریا در 2 روز آخر شده است. دریاچه شینگ که مردم از آن چون آب آشامیدنی استفاده می‌برند، از پرتاب‌های کارخانه چینی غیر قابل قبول استفاده شده مردم را از آب نوشاکی نیز محروم کرده است. در این باره روزنامه‌نگار و شاعر اسماعیل ظریفی در صفحه فیسبوکی خود خبر داده گفته است ماهی‌های این دریاچه در 2 روز آخر هلاک شده اند. با کدام سبب نامعلوم 2 هفته باز کارخانه مردم دهه‌های کوسه‌تراش و فیلماندر را نیز از آب نوشاکی محروم کردند و آب دریای ماهی را کشته ایستاده است. اهالی چون آب نوشاکی استفاده میبرند. روز 14 ایول کارخانه آهک‌پزی که به کی تعلق داشتنش معلوم نیست و میگویند صاحبش کدام چینایی است و برای تاجیکستان 1 درم انداز پرداز نمیکند، پرتاب‌هایش را به زیباترین و از جهت اکولوژی تازه‌ترین دریای مملکت دریای شینگ که از 7 کل زیبا سرچشمه میگیرد میپرتاید. برابر وارد شدن این پرتاب‌ها به دریا، ماهی‌های دریا به مردن سر می‌کنند و تمام ساحل‌های دریا از ماهی پر می‌شود. ما بار اول مشاهده کردیم که این دریا اینقدر ماهی‌های کلان داشته است. این روزنامه‌نگاری تاجیک می‌گوید اداره‌های حفظ محیط زیست از این کارخانه پول ستانیدن را می‌دانند و بس. اما متخصصان ساحه بر این نظرند که در واقع پرتاب‌هایی که کارخانه آهک‌پزی به دریا می‌پرتایند سبب آلوده و زهرآلود شدن آب می‌گردد. از این پیش متخصص ساحه حفظ محیط زیست یعقوب علی قربانوف به رادیوی آزادی گفته بود که خاکستر آهک که به دریا ریخته می‌شود به همه گونه عالم زنده آبی تأثیر منفی خود را می‌رساند. این خاکستر آهک وقتی که بارانگری میشود، برف‌ها آب میشوند، شسته شده به دریا میرود. در دریا به عالم حیوانات جوی و زهبور و دریا تأثیر منفی میرسند. این باری اول نیست که کارخانه‌های چینی در پنجکند به مردم ظلم می‌کنند. قبلا از نپرداختن مزد مهنت کارگران تاجیک به مراتب کم بودن حق آنها از کارگران چینی و شرایط بسیار بد آنها در کارخانه استحصال طلای زرافشان خبر رسیده بود. علاوه بر این 2 سال پیش خبرگزاری سوغد نیوز درباره پهن شدن دود غلیظ این کارخانه گزارش نشر کرده بود و در آن گزارش گفته میشد که از کارخانه آهک‌پزی واقع در دهن مزار جماعت دهات شینگ شهر پنجکند همه روزه خارج شدن دود غلیظ یکجا با بوی بد زهرآگین پهن شدن آن به اکناف چندین دهات این جماعت باعث نگرانی و رنج مبتلایی به امراض گوناگون ساکنان اطراف این کارگاه گردیده است. ساکنان دهه‌های ساحل دریای شینگ شکایت کرده بودند که از دود غلیظ کارخانه آهک‌پزی حتی نفسکشی برایشان مشکل شده است. ما از زواد آهکی که در موضع قرار دارد 500 کیلومتر دورتر این باغ ما جایگیر است. وقتی که این دود که زواد کار میکنیم با اینجا اومدن نفسگیر میشیم، کار کردن نمیتوانیم. بر ضمن این دود غلیظ کارخانه آهک‌پزی به تمام زراعت و میوه‌جات و خواجگی دهقانی مردم ضرر آورده است. و میوه های درخت ضرر دارد و علف های هم ضرر دارد. زراعتی که ما نقض نمیروید. ساکنان دعوا دارند که مقامات این همه حالت را صرف نظر میکند و شکایت های به تکرار مردم را نادیده میگیرد. کسی به دادشان نمیرسد.
یک بار در مجلس وکیلان جماعت شکایت کرده بودند که همه آب احکی که در همینجا می رود مردمی که در پایان آب هستند به آنها ضرر جسمانی می رساند. بنابراین حتی ما وکیلان جماعت و حاکم و محیط زیست شکایت نامه نوشته بودیم. اما مقامات حفظ محیط زیست شهر پنجکند آن زمان گفته بودند با آنها کسی شکایت نکرده است. کارخانه مشترک زرافشان همه ساله از جانب مقامات مورد سنجش قرار می گیرد. اگر ضررآور بودنش ثابت می شد فعالیت این کارخانه بسته می شد. از طرف ساکنان جماعت دهات شین یگان خیل شکایت خطی یا شفاهی به ما نرسیده است. اگر در حالتی به طریق شفاهی یا به طریق خطی شکایت باشد در حقیقتا ما رفتار در جایش دیده برام نمیتوانیم. از طرف متخصصان بخش حفظ محیط زیست شهر پنجکند و با یک جای با متخصصان ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوخت هر سال یک بار در کارخانه مشترک زرافشان به پرگی تفتیش گذرانده می شود. از آن جمله در سیخ آهک‌پزی دهنی مزار. وقتی که متخصصان ببینن اگر در حقیقتا اگر وای در عین حال فیلتر نباشد و ما با طریق سند ترتیب بود با طریق سود و کارخانه فعالیتش هم میکنیم. روزنامه‌نگاری تاجیک سابق کارمند نشریه آزادگان محمد رجب شاهیم که زاده پنجکند می باشد به پیام گفت که همگان می دانند که از این کارخانه بجز تاجری چینی و چند نفر منفعت خواهی صاحب منصب تاجیک به کسی منفعت نمی رسد. پیشتر مردم به خاطر از دست ندادن جای کار دم در درون بودند. اما عین حال باشد اکثریت کارگران تاجیک در کارخانه مشترک زرافشان اختصار شده به جای آنها چینی ها به کار جلب شده اند. محمد رجب شاهیم میگوید بدون هیچ ملاحظه باید پیش راه این عمل قاتلانه گرفته شود. بله واقعا یک چنین کارخانه‌ای که ضرر اکولوژیشان به گرد اطراف حد و حدود ندارد باید جدی نظارت شود از جانب مقامات. من از این مشکلاتی که به میان آمده خیلی نگران هستم از این زهرآلودشوی هوا، زهرآلودشوی دریاها، زهرآلودشوی طبیعت، چون که زاده این دیار هستم، زاده این وطن هستم، زاده این دره هستم. مردمان چند دهه ها آب می نوشند و استفاده می کنند از این آب و از این شاخابی دریای زرافشان. باید مجرمان این عمل قاتلانه به جوابگری کشیده شوند و من بعد به طور جدی نظارت شود. از این آهک و معدن‌های همگان می‌دونیم که یک عده خاص فایده می‌برند تمام، اما به خاطر کیسه یک عده خاص نباید مردم ضرر بینند، نباید که طبیعت ضرر بینند، نباید که دریاها گرد اطراف انسان‌ها و حیوان‌ها به خاطر فایده شخصی یک شخص یا یک عائله ضرر بینند. اینجا باید قید کرد که طبق اطلاع منابع گوناگون مقامات پنجکند هیچ واکنشی جدی نمیتوانند به بیدادگری های چینی ها کنند. یک منبع از حکومت این ناحیه با شرط افشا نشدن نامش به پیام گفت همین که ما به یگان بیدادگری چینی ها ایراد میگیریم از دوشنبه زنگ زده دوغ پیسه میکنند که چقه نشوید، بنابراین ما اصلا به چینی ها گپ زده نمیتوانیم. دادستان کلی تاجیکستان ضمن نشست خبریش گفت که با وجود تقاضای سازمان‌های بین المللی حقوق بشر زید سیدوف و محمد علی حییت را تاجیکستان از محبس آزاد نمی کند. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان به خبرنگاران گفت زید سیدوف سابق وزیر صنعت صاحبکار شناخته تاجیکستان و محمد علی حییت معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جنایت‌های وزنین صادر کرده در دایره قانون‌های کشور مجازات شده اند. وی تاکید کرد از این لحاظ این دو نفر به هیچ وجه از محبس‌های تاجیکستان آزاد نمی‌شوند. باید قید کرد که سنخهای 2 و 3 ماه جاری در شهر ژنو نشست 126 کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد برگزار شده. حکومت تاجیکستان درباره کارهای انجام شده در سمت رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم گزارش داد.
یوسف رحمان در این نشست خبری بابت زید سیدوف وزیر سابق صناعت گفته بود که دادگاه همه گناه‌های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب کاری زید سید را ثابت نمود و برای همین به زندان محکوم کرد. او گفت در این راستا آنها درخواست کمیته حقوق بشر برای به اعتبار کردن حکم زید سیدوف را اجرا کردن نمی توانند. اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک مصاحبهش با پیام در حاشیه این نشست گفت که پرونده محمد علی حیید و زید سید را طوری نزدیک به 2 سال سازمان ملل متحد سنجیده بیگناهی آنان را به اثبات رسانیده است. او گفت دیر یا زود اگر حکومت تاجیکستان قرار سازمان ملل متحد را درباره آزادی این 2 زندانی سیاسی به اجرا نرساند، به تحریم‌های سیاسی و اقتصادی گرفتار خواهد شد. در سطح بین المللی اثبات شد که محمد علی حیید، زید سیدوف، بزرگ مهریاروف و حالا پرونده 11 نفر از دیگر اعضای رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مرحله بررسی است. اینا بیگناهند. یعنی برای جهانی این اثبات شد که اینا گناهی ندارند و اینها باید آزاد شوند. اما آنه که طرف تاجیکستان این قرار را رعایت نکرد، برای تاجیکستان پیامد حقوقی مستقیم ندارد. یگان نهاد بین المللی نمیتواند تاجیکستان را برای این رعایت نکردن پیشنهاد سازمان ملل مستقیما جزا بدهد. اما این همش در نهایت کار جمع میشوند و تاجیکستان جزء کشورهایی میشود که قرارهای سازمان ملل را رعایت نمیکند، معیارهای بین المللی را رعایت نمیکند، حقوق بشر پامال میشود و این غیر مستقیم در مسئله کمک‌های به تاجیکستان، در مسئله گرفتن گرانت‌ها و در مسئله وارد کردن تاجیکستان، البته مسئولین تاجیکستان به این یا نمود تحریم‌ها مساعدت میکنند. بنابر همین من فکر میکنم که رسیدن پرونده زندانیان سیاسی به سازمان ملل و این قرارها خیلی اهمیت سیاسی و اهمیت بین المللی دارند. همچنین ندیجده عطایبه پرزیدنت اسوسیاسیون دفاع حقوق بشر در آسیای میانه میگوید در کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد بهترین کارشناسان در نتیجه کنکورس به کار جلب میشوند. پرونده از جانب کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد به طور جدی بررسی می شود. از این رو اگر توسعه سازمان ملل متحد مورد اجرا قرار نگیرد، این کشور خود را گرفتاری تحریم ها می کند و جلب اینوستور به این کشور مشکل می شود. Таджикистан, как и любая другая страна, которая ратифицировала международные соглашения в области прав человека, она же добровольно таким образом берет на себя обязательство выполнять эти условия конвенции. Так вот, если страна не выполняет эти условия, следовательно, эта страна теряет доверие. Значит, в эту страну вкладывать инвестиции нельзя. Там, где не соблюдаются права человека, там нет гарантий конституционных прав, и, следовательно, ни один инвестор туда не придет. И это ведет к тому, что появляются политические заключенные, политические беженцы. Эта страна попадает в ряд стран, как Северная Корея. Понимаете? То есть репутация этой страны становится крайне низкой. И если этот режим, политический режим, который нарушает свои же обязательства, попадает в такую ситуацию, то, следовательно, возникает угроза, поскольку в этой стране обязательно будет радикализация. Поэтому возникают политические санкции по отношению к таким странам. Понимаете? Это очень плохо. Когда политический режим и власть теряет доверие, это очень плохо. Комитет ООН по правам человека представляют 18 независимых международных экспертов. Понимаете, это люди, не которых правительство выдвигает, а их выдвигают на конкурсной основе как самых лучших международных экспертов. Они абсолютно независимы от всех правительств, они опираются только на свои профессиональные знания. И вот эти 18 экспертов принимают решения.
и они приняли решение в отношении Заида Саидова и других, да, и если в отношении этих людей принято решение пересмотреть или отменить приговор и пересмотреть его и так далее, то Таджикистан, ратифицировав эту конвенцию, обязан это сделать. А если он этого не делает, то я вам уже объяснила еще раз, да, что возникает политическое, недоверие к этому политическому режиму, и уже как самая высокая степень недоверия – это санкции. یادآور می‌شویم که یک سال پیش سازمان ملل متحد به حکومت تاجیکستان 6 ماه مهلت داد که محمد علی حیید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بدون قید و شرط آزاد نماید. این مهلت در پی خلاصه گروه کاری سازمان ملل متحد عاید به بازداشت‌های خودسرانه صدا داده بود. علاوه بر این 17 سپتامبر سال 2018 در 39مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میشل بچلت کمیسر عالی حقوق بشری این سازمان حکومت تاجیکستان را برای نقض حقوق انسان و تعقیب فعالان سیاسی مورد تنقید قرار داده، مخصوصا از مسئله محمد علی حیید و خلاصه گروه کاری یادآور شده بود. او گفته بود: 4 ماه پیشتر از این در ماه می سال 2018 یک گروه کاری سازمان ملل که پرونده های بازداشت های خودسرانه در کشورهای جهان را تحقیق می کند به این خلاصه رسید که بازداشت محمد علی حیید یک عضو ریاست حزب نهضت اسلامی غیر قانونی بود و از این رو او باید آزاد کرده شود. اینچنین از سپری شدن مهلتی که کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد در رابطه با آزاد کردن زید سیدوف تاجر موفق تاجیک به حکومت تاجیکستان داده بود خیلی گذشت، ولی زید سعید هنوز در زندان است. این در حالی است که کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد در خلاصه خود نوشته بود حقوق زید سیدوف به آزادی، گردی همایی و تأسیس حزب سیاسی، حق او به تفتیش بدون ممانعت و محاکمه عادلانه پرونده اش زیر پا شده است. تاجیکستان دومین کشور امن در بین کشورهای آسیای مرکزی دانسته شد. این و دیگر خبر و رویدادها را همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. تاجیکستان دومین کشور امن در بین کشورهای آسیای مرکزی دانسته شد. مجله گلوبال فینانسینگ در گزارش سالانه خود وارد به بندی کشورهای جهان در زمینه سطح امنیتی کشورها تاجیکستان را در رده‌بندی امن‌ترین کشورهای آسیای مرکزی بعد قزاقستان معرفی کرد. در این گزارش که بر مبنای شاخصهای نظیر تهدید آفت‌های طبیعی، جرم جنایت، تروریسم و جنگ تهیه می شود، قزاقستان با کسب امتیاز 9 از 150 در رتبه 44 در جهان قرار گرفته امن‌ترین جمهوری آسیای مرکزی دانسته شده است. پس از قزاقستان، جمهوری تاجیکستان از لحاظ اوضاع امنیتی با امتیاز 10 از 148 در رده 68 جهان قرار گرفت. همین طور در جای دوم بین کشورهای آسیای مرکزی کسب کرد. این در حالی است که حکومت تاجیکستان همواره کوشش می‌کند که تاجیکستان را ناامن نشان دهد. تهدید تروریسم و تندگرایی به کشور را از حد زیاد واهمه می‌کند تا گرانت‌های مربوط به مبارزه علیه تروریسم را از خود کند. در نتیجه هزاران جوان بیگناه قربانی این گونه دسیسه‌های طمع‌جویانه حکومت تاجیکستان شدند. واردات گاز از ازبکستان به تاجیکستان افزایش یافته است. در این باره شوکت شایمزاده رهبر جمعیت سهامی گشاده تاجیک ترانسگاز ضمن نشست خبریش خبر داد. او گفت از آغاز سال روان تاجیکستان از کشور همسایه در حجم نزدیک 70 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کرده است. طبق اطلاع شایمزاده از ماه اپریل سال گذشته که انتقال گاز طبیعی از ازبکستان دوباره آغاز گردید، تا آخر سال گذشته 54 میلیون متر مکعب گاز وارد شده بود که اساساً از آن کارخانه‌های صنعتی بهره بردند. حجم اساسی گاز طبیعی وارد شونده از ازبکستان را شرکت آلومینی تاجیک استفاده می‌برد. نزدیک به 80% از حجم عمومی واردات گاز طبیعی به این شرکت راست می‌آید. در قزاقستان امروز 16 ایول ده مادران سرفرزند و ناراضی از برنامه دولتی تأمین منزل پشت در رئیس ناحیه الاتاوی شهر الماتو جمع شدند. جمع شدگان طلب کردند که رئیس ناحیه برای حل مشکل منزل و پرداخت‌های اجتماعی نزدشان برآید. طور بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داده است این تجمعگران گفتند
барои дарёфти манзил тибқи барномаи давлатӣ ба бонк маблағ гузаронданд, аммо давоми чанд моҳ аст ки наметавонанд манзилҳоро соҳиб шаванд. Шоҳимардон Риспаев, раиси ноҳияи Алатауи шаҳри Алмато, ба занҳо ваъда дод, ки давоми чанд рӯзи оянда кӯмаки иҷтимоии суроғавӣ ба ниёзмандон пардохта мешавад. Вай гуфт, дар ноҳияи Алатау ҳудуди 2600 сокин кӯмаки иҷтимоии суроғавӣ дарёфт мекунанд. Президенти пешини Қазоқистон Нурсултон Назарбоев дар пасманзари эътирозҳои аввал ҳукуматро ба истеъфо фиристода буд, вале эътирозгарон мегӯянд, бо ин вуҷуд мушкили онҳо ҳал нашудааст. Қосимҷомарт Тоқаев, президенти Қазоқистон, рӯзи 15 июл гуфт, ин масъала бояд таҳти назорати ҳамешагии ҳукумати Қазоқистон бошад. комиссиони мустақили интихоботи Афғонистон рӯзи душанбе 15 июл ба номзадони раёсати ҷумҳурӣ ва муовинони онон эътиборнома дод. ғулом Форуқ Наҷробӣ, яке аз номзадоне ки аз гирифтани ин эътиборнома худдорӣ кардааст, мегӯяд, то сулҳ наёяд ва ҳукумати муваққатӣ ба вуҷуд ва қонуни интихобот бознигарӣ нашавад, эътиборномаи тақаллубкориро қабул надорем. Ҳаво Наврӯстонӣ, раиси комиссиони мустақили интихобот, дар посух гуфт, таъҳуд месупорам, ки комиссияи мустақили интихобот бо бетарафӣ ва шаффофият кор мекунад. манобеи хабарии Афғонистон менависанд, эътиборномаҳое ки барои дастаҳои интихоботӣ тавзеъ шуд, аз як су таъйидкунандаи номзадии онон дар интихоботи раёсатҷумҳурӣ аст ва аз сӯи дигар барои нозирони онон дар фарояндҳои интихоботӣ роҳ боз мекунад. гуфтанист, интихоботҳо дар кишвари Афғонистон, ки бо Тоҷикистон ҳамсояву ҳамзабон ва ҳамдин аст, бо қиёс ба интихоботҳои пуртақаллуби Тоҷикистон бо вуҷуди беамнӣ садҳо маротиба беҳтару хубтар ва демократӣ мегузарад. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نقطه.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. با امید دیدار در روز دیگر. خداحافظ.